خب خونه اشرف خانم ما پیدا کردیم. سل علی فترده چشم ترام ببرده. حالتون خوب انشالله؟ سلامتی؟ شما یه جمله گفتین که چند میلیون نفر رفتن تو اینترنت سرچ کنن بگن معنی سترکه چیه. حالا خودتون بگین معنی سترکه چیه؟ وقتی که مثلا برای چشم و نظر میخواستن اسفند بریزن رو آتیش میگفتن این سترکه اینا 3 تا ترک داره. بعد میگفتن اسفند و اسفندونه، اسفند 33 دونه، اسفند خودش میدونه قیم و خوش و بیگونه، یعنی هر که چشم زده. سل علی سترکه چشم حسود بترکه. خب چی شد شما به جای حسود گفتین ترامپ؟ از دست تراس عصبانی شد. شما شنیدیم که میخواین بلاگر بشین، میخواین پیج بزنین، داستان چیه؟ چجوری مثلا؟ نه همه میگن که این جمله رو شما اومدین بگین که بعدش میخواین مثلا پیج نه بزنین. من پامو که از خونه اشتم بیرون گفتم برای رضای خدا این کارو میکنم، برای بچه که به خاطر اینکه بعضی ها توی فضای مجازی ایشون رو به سخره گرفتن یه مقدار حالش نامساعد بود، چند روزی از خونه بیرون نیومده که نهادهایی که بودجه های میلیاردی میگیرن اگه میخواستن یه همچین شعاری رو تو جامعه جا بندازن نمیتونستن. هر اون کسی هم که مسخره کرده باشه آخرش اینه که گفته چشم ترامپ بترکه.